عزیزان از شما یک عالم سپاس. تاجیکستان بازی امروز خیلی بازی سخت بود و ما همگان میدونیم که تیم ملی روسیه چجوری تیم یکی از اروپایی که خیلی تیم قوی هستند و ما همگان میدونیم که چجوری با تیم‌های در جام جهانی 2018 با مقابل روسیه با مقابل اسپانیا چجوری بازی کردن. ما مینداری خود را با مربیان دسته میرسانیم که با این بازی با ما خیلی تیاری جدی دیدن و تئوری جدید دیدن و اتاک‌های ضعیفی دسته رو به ما مختن و ما ضعیفی این دسته رو مختیم برنده بازی کنیم. از بازی دسته خود راضی هستید؟ بله ما خیلی از ما طول هفته میشد که با این بازی خیلی تئوری جدید دیدیم و اول مینداری خود را به مخلصان دسته میرسونیم که ما را در این روز تمام نگذاشته آمده دستگیری کردن باوری کردن و ما حرکت کردیم که از باوری اون مخلصان برنده بازی خوب نشوندیم.